مسئله دیگری که در اینجا ذکر می شود در مسئله چهارم درباره آمیخته خلط میگویند. آمیخته بین چروایان، آمیخته دو نوع از چروایان با هم آمیخته کردن. چون که ما در باب زکات و طلا و نقره گفتیم که این دو رو با هم آمیخته نمیکنیم نسبت زکات بدهیم، بلکه هر قسمت الهیده. در اینجا هم در این چروایان آیا آمیخته کردن جایز است یا نه؟ نوع اول آمیخته مالکیت اعیان، یعنی دو نفر مال را یک جای مشترک دارند. حصه هر کدام آنها جدا نیست. این آمیخته می تواند از میراث یا خرید باشد. یک جا خریدن که میراث باقی ماند. و نوع دوم آمیخته صفت ها، وصف ها، یعنی حصه هر کدام معلوم و جدا است ولی تنها با هم چی هستند؟ شریک هستند. حیوان هایشان یک جا میچرند، یک جا هستند. پس هر دو نوع آمیخته در جمع شده دو رمه را با هم جمع کردن. اگر با نصاب برسد و هر دوی آنها صاحب زکات باشند، یعنی مسلمان باشند و صاحب مال باشند، مال آنها به زکات رسیده باشد، پس در اینجا همین دو رمه مال یک رمه را حساب کردن میدهند. اگر یکی از اینها کافر باشد، مال کافر با مال مسلمان آمیخته کردن نمیشود، جایز نیست، بلکه مسلمان الهیده پرداخت می‌نماید. همچنین دو شخص مثلا رمه دارند، مالشون را بدون یگام حیله‌گری، بدون اینکه زکات مال کم پرداخت نمایند، با همدیگر آمیخته میکنن. دو رمه یک جا میچرند، یک جا شب روز میکنن، یک جا چراگاه یک جای دارن، یک جا شیر داده شوند، یک جا چرا کنن، یکی بیچرن. در این حالت هر دو این رمه که از دو شخص هستند یک جا، از هر دو این یکی داده می شود. اگر این شرط ها جمع شود و دو رمه مثل یک رمه حساب شوند یا که حساب می شوند، مادامی که دو رمه یک رمه حساب شدن، پس یک رمه حساب شدن یک رمه زکات میدهند. هر دو آنها الهیده نه. چون در حدیثی که ترمذی روایت می‌نماید تحت رقم 621 فرمودند که متحد را جدا نکنید، گفتند اینکه آن رمه که با همدیگر جمع دگی هستند، دو کس مثلا، آنها جدا کردن نشوند و جدا رو متحد نکنید گفتن. یا که دو کس هستند که به خاطر یگام حیله‌گری ها، یگام کارهای حیله‌گری، به خاطر مثلا زکات ما کم دادن پرداخت نکردن یا اینکه جمع میکنن، اینم جایز نمیگردد. اما به خاطر مصلحتی آسانی کارشان باشد، آسانی کار را آنها بجویند تا که برایشان مشکل نشود، سخت نشود در چراگاه و غیره، اگر جمع کردن پس یک قسمت زکات میدهند. مثلا دو نفر با همدیگر گوسفندای خود را جمع مینمایند، اینش هم 40 گوسفند دارد، اینش هم 40 گوسفند دارد، ممکن سر 40 گوسفند یک گوسفند داده میشود. هنگامی که جمع کرده شد بدون یگام حیله، پس آمیخته در واجب شدن زکات و در ساخت شدن آن تأثیر میبخشد. در آخر میبینیم. پس این خاص با چروای انعام است، همین چروای مالها، گاو و بز و گوسفند است. مثال برای جمع کردن اینها ما اگر جدا کنیم، 3 نفر هر کدامشون 40 گوسفندی دارند، جمع آنها 120 گوسفند میشود. اگر هر کدام آنها را ما جدا حساب کنیم، 3 گوسفند باید پرداخت نمایند. ولی اگر یک جا آنها را جمع کنیم، تنها یک گوسفند میدهند. چون که آنها جدا را یک جا جمع کردن، به خاطر مصلحتی که دارن، آسانی کارشان، یک گوسفند زکات پرداخت می‌نمایند. مثال برای جدا کردن یک جا، یک نفر 40 گوسفند دارد. وقتی میدوند که جمع کننده زکات میآید، کسی که زکات را جمع نماید میآید، 20 تای آن را یک جا میگذارد، 20 تای آنها را یک جا میگذارد، به خاطر آنه که زکات ندهد، تا اینکه این دو گروه به نصاب نرسیده باشد، از او گرفته میشود زکات.